زن و شوهرها یکی از نابترین محبتها محبت زن و شوهری است. مثلا خانم از خداشه که آقاه چند ساعت بره بیرون که این یه نفسی بکشه. آقا هم داره موبایلشو زیر و رو میکنه که ببینه کجا میشه اصلا در رفت. تا آقا میره بیرون خانم زنگ میزنه کجایی؟ کی میای؟ آقا هم هی به همه میگه که من باید برم خونه، خانمم تنهاست. عجیب نیست این رابطه؟ یا همه خانم ها دوست دارن به شوهرشون خوش بگذره ولی تا یه حدی. میگه خوب بود اونجا، خوش گذشت. اگه بگی نه بابا به درد نمیخورد، خانم کسل میشه. اگه بگی عالی بود، خیلی لذت بردم، باز خانم کسل میشه. تا 2 هفته هر چی بگی میگه برو همون جایی که لذت بردی. باید یکم دهنتون رو کج کنید، بگید ای بدک نبود، آخه بدون تو که خوش نمیگذره.